اگه روزی 2 دقیقه برای 1 ماه پلانک بزنی، روز 30 چه اتفاقی برات میفته؟ هفته اول بدن شوکه است. کل بدنت توی پلانک میلرزه. شکم، پهلو و پایین کمرت فقط دارن میجنگن که فرم رو نگه دارن و 2 دقیقه خیلی طولانی تر از چیزیه که فکر میکنی به نظر میاد. هفته دوم یه چیزی شروع میکنه به عوض شدن. صافتر میستی بدون اینکه حواست باشه و فشار و درد پایین کمرت کمتر میشه. حرکتهای ساده رو راحت‌تر انجام میدی. هفته سوم اینجا همون جاییه که وظیفه عضلات کور و پشت رو میفهمی. ستون فقراتت ثبات کامل داره و از سمت عضلات حمایت میشه. تعادلت خیلی بهتر شده و قدرت و کنترل رو توی همه حرکت‌ها حس میکنی. هفته چهارم از هسته مرکزی بدنت یه هیولا ساختی. تو دیگه به سختی قوز میکنی، تنفس خیلی بهتری داری و 2 دقیقه پلانک برات یه شوخی به حساب میاد. تازه پیج فیتنس آنلاین هم فالو کردی که هر روز پیشرفت کنی.